سلام و عرض ادب خدمت مردم مهربان کشورم، هموطن عزیزم، مردم ایران. تو رو به خدا کمکم کنید. صاحبخونه جوابم کرده، به خاطر اجاره خونه عقب افتاده. اینم وضعیت زندگیمی که دارید میبینید. این از آشپزخونم، اون از ظرفشویی مثلا روشوییم، این از اتاق نشیمن و پذیراییم، این از مادر فلجم، اینم از خودم که خودم دارم فلج میشم. انقدر مادرم رو جابجا کردم رو زمین که برای دستشویی این طرف اون طرف. پول خریدن یه ویلچر ندارم، پول پیش برای خونم ندارم. آخر اردیبهشت ماه مهلتم اینجا تموم میشه. 10 میلیون تومان پول پیش دارم و خدای بالای سر و کلی بدهکاری. یعنی اگه بدهی ما بخوام به صاحبخونه بدم، پول یه چادر مسافرتی برای من نمیمونه. تو رو قرآن کمکم کنید ملت، تو رو به خدا مردم کمکم کنید، التماستون میکنم کمکم کنید.